سلام رفقا، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به کانال داشتون پوریافس. اما من صدام چرا اینجوریه؟ داشتون اومده دوباره باز با مستر بی. هیوله هر جایی بگردیم استش نی. نگو بی خیال دادا اصلا استش نی. سری لایک کن و یه کامنت خوب بنویس برام تا که بریم سریع ادامه ببینیم جیمی امروز واسمون چی داره. همه رو جمع کرده این با تو دایره بازه که خفنه پا برو بریم سراغه. یو بچه لایک رو بزنید بریم ویدیو رو شروع کنیم. Let's go. من 100 نفر رو توی این دایره گنده دوره هم جمع کردم و آخرین نفری که از دایره بیاد بیرون $500,000 میبره. اما حتی اگه پاتون به خط قرمز بخوره در جا حذف میشه. مهم نیست چقدر طول بکشه، من $500,000 به آخرین کسی که بیاد بیرون میدم. $500,000 پوله. برنامه کاریمو خالی کردم، میتونم تا 3 هفته راحت اینجا بمونم. حتی اگه ماها طول بکشه برام مهم نیست. به نظر چند روز تو دایره میمونی؟ راستش من تو اول ژانویه مرخصی گرفتم. داده 6 ماه مرخصی گرفتی؟ دقیقاً 100 نفر اینجا تو این دایره جمع شدن و چند تا هم چادر آوردن که هر امکاناتی که لازم داریم اینجا باشه. واقعا عالیه. فقط کافیه یه کار کنیم، منتظر بمونیم تا بقیه برن. این رفیقمون که اینجاست میخواد بره بیرون، اون میشه اولین بازندمون. راستش خیلی آدم اینجاست، عمرم بتونم ببرم، پس بیخیال. بچه‌ها این رفیقمون میگه میخوام برم بیرون. خیلی خوب بفرمایید. داشمون داره به همه جو میده، بیا بیرون دیگه. با اینکه اولین نفر اومدی بیرون ولی بازم واسه یه جایزه دارم. همینجا وایسا. تبریک، اینم ماشین جدیده چون اولین بچه‌ها این مکه ها، البته جوونیاشه. قبل از اینکه به عنوان شرکت کننده اصلی تو ویدیوهای مستر بیست حضور پیدا کنه. راستی پارت سوم ویدیوهای مکم اومد، مستر بیست ساختش و به زودی با دوبله براتون میذاریمش. تبریک، اینم ماشین جدیده چون اولین نفری بودی که اومدی. این فکرشو میکرد یه بازنده همچی چیزی ببره. یه نفر از بازی رفت بیرون و بهش یه ماشین دادن. اگه میدونستم خودم اول میرفتم. خیلی مسخره است. اگه یکی انقدر ضعیفه پس جمع کنه زودتر بریم بریم. تخته رو آپدیت کنیم. 99 نفر موندن. هی رو برکرد. وقتی فهمیدن با رفتنم میتونن جایزه بگیرن، چند نفر دیگه هم انصراف دادن. حتی اوضاع یکم احساسی شد. همین پول برام بسته، میتونم بیشتر قسطامو پرداخت کنم. خیلی ازتون ممنونم. فدایت. انتظارشو نداشتم، خودم هم نزدیک بود گرگم بگیرم. دوست دارم ببینم اونی که آخر ویدیو $500,000 میبره چه واکنشی نشون میده. آخه تو کدوم مسابقه بهتون استیک میدن؟ خب رفقا، امیدوارم فیلم مینیون دوست داشته باشین چون واسهتون استیک آوردیم. اینجا هر شب استیک به راهه. فکر کنم جوری که روی تپه پول نشستی استیکم بخوری. اصلا فکرشو نمی‌کردم. اگه اینجوریه من تا آخر سال میمونم. خب شب اول مسابقه است، هنوز 94 نفر توی دایرن و روحشون هم خبر نداره فردا صبح چه برنامه‌ای براشون داره. خب اینجاست که داستان جذاب‌تر میشه. تو پایان هر روز ما دایره رو یکم کوچیک‌تر می‌کنیم. خب بذار ببینم انقدر خوبه؟ انقدر چی؟ نه دیگه اینجا خوبه دیگه. همشو خودت رنگ می‌کنی؟ نه، وقتی دوربین کات کرد یکی دیگه میاد. قرعه به اسم نولان افتاد. بعضیا وقتی دایره کوچیک‌تر رو دیدن یکم ترس برشون داشت. جیمی ببین با کارل سنگ کاغذ قیچی میری و اگه باختی میری بیرون. ببینم اسکل شدی؟ آره. خب سنگ کاغذ قیچی. فکر کن سر یه سنگ کاغذ قیچی $500,000 پولو ببازی. اسکل چرا اینجوری که چه سودی براش داشت؟ شرکت کننده ها یکی یکی بیرون می اومدن. انگار بیشتر مردم بیشتر از 2 روز نمیتونستن تو دایره بمونن. یکی رو جبه غلط خوابش برد و اوضاع خیلی خرابه دا. خب شب دومه و کارل تصمیم گرفت یکم شیطونی کنه. یه خوراکی براشون بنداز. فکر کنم همین الان دیدم که دسته یکی از روی خط عبور کرد. نگاه. نه بابا. نگاه. وای فکر نمی‌کردم یه شکلات بردارم $500,000 ضرر کنه. من که نمیدونم کی انداختتش. نه تنها بازیکن 3 روزه که اینجا، ما خودمونم 3 روزه داریم اینجا زندگی میکنیم. بنده خودم توی اون بیلبیلکی که اونجاست میخوابم. اصلا روحیات خراب. امیدوارم امروز صابونمون یکم بهتر از اوتمیل باشه. حوصله همه داره سر میره. از اوتمیل خوشم نمیاد. مزه مقوای خیس میده. از گلون پایین نمیره. امروز هم دایره کوچیک‌تر میشه، باید ببینیم خط چقدر میاد جلو. خب امروز روز 3 و باید دوباره دایره رو کوچیک کنیم. داداش بده من ببینم دیگه، نمیذارم چندلر این کارو کنه. ولی خودمونی ما یکم زیاد شد. خب واسه اینکه حوصلتون سر نره، حالا دایره کاملا رنگ شد و شرکت کننده ها یه عالمه از فضاشون از دست دادن. توی این فاصله ما فهمیدیم که اگه به مردم چالش یا یه کاری واسه انجام دادن بدیم، معمولا خودشونو میبازونن. واسه همین یه دروازه گذاشتیم و یکم گل کوچیک بازی کردیم تا ببینیم کسی میبازه یا نه.
قول میدم اگه پام نرفته باشه رو خط به همتون شام بدم. متاسفم. اون مجبور که نیستی. جیمی این بامبولا رو در میاره که شما رو بندازه بیرون. تو بشین سر جات. البته آدم وقتی چند روز اونجا بمونه خب حوصله‌اش سر میره، منطقیه. ولی خب جیمی هم زرنگ. قول میدم اگه پام نرفته باشه رو خط به همتون شام بدم. متاسفانه پات رفت روی خط. گل کوچیک جواب داد. خب شروع روز 4 و ما باید دوباره دایره رو کوچیک کنیم. چندلر داداش میخوام بهت اعتماد کنم. یه متری اومدی جلو. بریم ببینیم چی میشه. خب اینم از این. کلاً 2 ثانیه بیشتر طول نکشید مگه نه؟ این دیگه خیلی نامردیه. قدرت آقای اریتو. الکی میگه یه چند ساعتی میشه کسی نرفته بیرون کار؟ میدونم بعد چی کار کنم. میخوام واسهتون آهنگای خوب بذارم کیف کنید. بارو بزن. یه لوپ 10 ساعت از آوای خوش صبحگاهی. یعنی ایشکی نمیخواد بره بیرون؟ این مثل لالایی واسه گوشمه، چون هر دفعه زنگو عقب میندازم. هر دفعه کسی هست به خاطر این انصراف بده؟ بابا این مغز خر خوردم. یعنی واقعا اگه یه آیفون 4 تا بهت بدم میای بیرون؟ آره واقعا دلم یه گوشی جدید میخواد. کار چپ نکنی دختر مردم. درسته که یکی رفته ولی هنوز موزیک ادامه داره. چیز اونا دوست نداشتن صدای زنگو، برای همینم الان تصمیم گرفتم براشون صدای فریاد بذارم. 20 امتیاز 30 امتیاز 100 امتیاز. الان پالو میزنم. فقط میخوایم حرف بزنیم مثل بچه آدم بیا. سلام جیگر. نه بلم کن. نه چیکار میکنی؟ آقا نکنین آقا. کات بلم کن. بیا بیرون. شجاع باش. کات. تازه فقط روز 5. اینجا شده مثل کابوسام، همه بلند میشن و داد میزنن. من خستم. البته خیلی رفتن ولی ما همچنان ادامه میدیم. خب رفقا اگه گفتید وقت چیه؟ باید دوباره دایره رو کوچیک کنید. خدمت شما. دایره هی داره کوچیک‌تر میشه و شرکت کننده ها این برگای پاییزی میافتن بیرون. نصفشون رفتن. اوا کوشته شد. داریم با این شمنا بازی میکنیم بلکه روح و روانمون شاد بشه. حس گوسفند بودن داره. عقلی بگی در حال سوزوندن سلولای مغزی هستیم. تا 10 تا سوزوندن. روز 6 مثل همیشه با کوچیک کردن دایره شروع شد. روزای قبل خیلی اومدیم جلو، بنابراین امروز فقط یک. بعدش یه غلطی کردم و مسئولیت رو سپردم به نولان. اگه بشینید و حتی یه دونه چمن بخوره به قنبلتون میافتیم بیرون. 5 ثانیه هم دووم نیورد داره بهش تعرض میشه. قانون جدید. نولانو مسخره چالش نکنید. سر پا ایستادن یه نفر رو حذف کرد. شرمنده داشت. هر کی نزنه تو صورت خودش. هر کی 10 تا اشتنا نزنه. چش قشنگم آناتومی من اجازه نمیده شکمم میخوره زمین. آشه تو نمیخواد بزنی. اون زانوه میبینم؟ ببخشینا زانو تو گذاشتی زمین. این 1000 تا رو بگیر و بکن تو جیبت. کف مرتب. چقدر خوبه هر کاری بگی میکنن. جیمی هم خوب حال میکنه. خب رفقا میدونین چرا رقص نورا روشنن؟ چون شما یه هفته کامل تو دایره دوم آوردید. به مناسبت اینکه یه هفته کامل تو دایره دوم آوردن تصمیم گرفتم بهشون یه چالش بدم که یه تسلا هم جایزشه. که تسلا میخواد؟ من جیمی به خدا من. تو رو خدا ولش رو بیا ایران یه چالش بذار که همکنون نیازمند چالش سبز تار هستیم. سگ تو زرنشم بیا خونه ما بمون. بیا فقط. که تسلا میخواد؟ بچه‌ها دارن یه فرش قرمز میندازن که سبزه در واقع. شما همتون میتونید روی این فرش سبز پا بذارید. اگه بتونی سوار این بشی و بدون اینکه بخوری به زمین برسی به تسلا میدمش به خودت بری حالش. چی شد پشیمون شدی؟ نه خیلی وحشتناکه که نمیتونم. این یکی داشتمون رفت. یه رقم. به نظرت میتونی یا نه؟ میتونی یا نه؟ رفقامون علنا دارن یه تیم مهندسی میکنن که اون تسلا رو ببرن. خب سوار تایر شد، بریم ببینیم چی میشه. دیگه جدیده. ای وای. یه بار کمتر. چی شد رفت بیرون؟ خب یه لحظه وایسید، مثل که باید ویدیو چک کنیم. الان میام. متاسفانه رفیقمون به وضوح پاشو گذاشت روی خط. این 1000 تا چیه بابا؟ بهش 5000 تا بدید. ممنون که خودت باختی تا به بقیه کمک کنی. و در نهایت با کمک ایرگ جک موفق شد کاری که بایدو بکنه. خب وقتشه. وای دستش آفرین. سوار شو ببینم هدیه‌ات گره. واقعیه. سیسشو نگاه.
الان تو ماشین خودم بالا میارم. باید کمکش میکردیم، واقعا دلش میخواد تسلا رو ببره. من باورم نمیشه. قبل از اینکه تسلا رو بیاریم 36 نفر بودیم و الان فقط 32 نفر باقی مونده. هر بار کمتر از سری قبل. تو روز 8 تصمیم گرفتیم که شرکت کننده ها رو بر اساس رنگ تیشرتشون دسته‌بندی کنیم. خب امروز روز 8 و تا حالا که کسی نرفته بیرون. پس من این گردونه شانس رو درست کردم تا چند نفر رو بفرستیم بیرون. کی میخواد بچرخونتش؟ من میچرخونم. ممنون. این باید محکم بچرخونی، یواش و اینا نمیشه. آفرین همینجوری. تبریک میگم جنابالی، همین الان 3000 تا بردی. یه بار چرخوندش 3000 تا گیرش اومد. میخواد دوباره امتحان. دیوید تشویق. خب بذار ببینیم چی میشه. یعنی چی آخه؟ قبول نیست، باگ داره. برو بابا، اصلا دیگه بازی نمی‌کنم. جیمی اون گردونه رو درست کرد که ملت تون ببازن، ولی دیوید پشت سر هم پول درو میکنه. عجیبه. یعنی یه جوری پیش رفت که بدتر از این نمیشد. تو روز 9 ما یه نفر دیگر رو هم از دست دادیم، اما بعدش اتفاقی افتاد که هیچ جوره انتظارشو نداشتم. چی شده؟ جدی؟ خیلی خوب. خدای من. عروس ننم میشه. بله. انتظار همچین چیزی رو داشتی؟ نه. بزنید به افتخارشون، انشالله خوشبخت بشید. خب حالا که اینطور شد یه کیف $10,000 هم میدیم بهشون واسه سروسات عروسی. اینا هم خوب زرنگن و کلن اینایی هست که تو برنامه زنده و برنامه‌های مختلف خواستگاری میکنن. خیلی زرنگن چون تهیه کننده مجبورشون تو برنامه‌شن یه حالی بهشون بده. بیا اینا هم 10,000 تا کاسب شدن. بده بگی من 9 روز تو اون دایره بودم و بهترین اتفاق زندگیم امروز افتاد. و حالا نکته‌ای بسیار مهم، متاسفانه باسن یاری نمیکنه اون برشم بنویسیم، ولی شما ساب کنید. شما که سابسکرایب کردی داره دقیقاً به همین دلیله که الان اینجا شما هم ساب کنید تا تو ویدیوها بیاید. خب بریم سراغ کوچیک کردن دایره امروز. این دفعه به جای کوچیک کردن این خطا رو کلوف میکنیم. خب حالا میخوایم واسهتون یکم سخت‌ترش کنیم. قبلا ازشون خواسته بودم که دوتا زوج بشن، حالا میخوایم بچسبونیمشون به هم. تازه تو ادامه روز اجازه نشستنم ندارید. روز 9 ببین مامون چیکار کردن. بزن بریم. تا ابد کنار هم. سلامتی غم. کنار هم تا ابد. چیز جمع یعنی چه حسی داری؟ اصلا از شریکم خوشم نمیاد، پس قطعا آسون نیست. خیلی یکم پیش که داشتم قوانین رو توضیح میدادم این اتفاق افتاد. من ویدیو چک کردم و همونطور که میبینید پاش رفته رو خط. نیل داداش تو ویدیوی قبلی لامبورگینی باخت، الانم $500,000. نیل داداش من ویدیو رو چک کردم و متاسفانه پات رفته رو خط. دیگه شرمندم میگه. اصلا اینطوریه اینم به خودم میبادم. بیا اینم $2,000 خدمت. خدا وکیلی خیلی گده. گم شو بابا. چرا ناراحتی؟ باز همون روز اول تا الان کنار هم بودیم و دوست داشتم تا آخر پیش هم بمونیم، ولی بازیه تا الان ندیده بودم آکیرا اینقدر مصمم باشه. خوشگل کمر بسته جایزه رو ببره. ببین کی گفتم شک ندارم که کریس بازیو میبره. مطمئنم تو چنگت آکیرا. پسرا تیغه تعادل بذارید اونجا. بیاید هوب. این $10,000 پول نقده و منم میخوام بذارمش اینجا. کسی نمیخوادش؟ $10,000 نقد. داداش اصلا این فکر نکن که نوروز اینجا یا اگه بیفته همش دود میشه میره هوا. گفتم فکر نکن. بیاید ببینیم دیوید شانس میاره یا نه. بهت میخوره ژیمناستیک کار کرده باشی. آره یه خورده. آره عزیز صدانت معلومه. خیلی خوب مال خودته. بیا فد بخندی. الان میفته. خود چرا ژیمناست برداشته بودی تو دایره؟ به خدا الان لیز میخوره. بیا داشمون دیوید تا الان $19,000 پول برده. تازه هنوز تو دایره. اگه کس دیگه ای هم به جز دیوید میخواد امتحان کنه این $10,000 دیگه خدمتتون. خب رفت که بره. عجب تعادلی باریکلا. نمیدونم چرا امروز همه داره انزم میکنن. بهت گفتم کار سختی نیست. ای بابا بچه این تیغ تعادل رو جمع کنین لطفا، اصلا اونجوری که میخواستم پیش نرفت. این دایره روز اول اینجوری بود و 100 تا شرکت کننده توش بودن، اما حالا اینجوریه و فقط 25 نفر توش باقی موندن. تو روز 10 تصمیم گرفتیم که کلا بزنیم دایره رو بهتر کنیمش و شرکت کننده خوش شانسمون دیوید یه درخواست عجیب ازمون کرد. گفتی گوی جادویی میخوای؟ میخوام ازش بپرسم بهتره همین الان بازیو ول کنم یا بمونم و ادامه بدم. گوی جادویی به نظر تو ادامه بدهم یا خیر؟ گوی جادو نوشته که نه، میتونی همین الان بری. خدا حافظ. تبریک میگم 5,000 تایی دیگه هم میذارم رو 19,000 تایی که بردی. کس دیگه ای نمیخواد با این گوی جادو استخاره کنه؟ مغزمو گاز گرفت. داشمون رسما با 4 تا کیف پر از پول داره میره. واقعا خوشحالم، خیلی بهم خوش خوبه که خوش گذشت. بیل بیلکو بیاری. بیل بیلک داره میاد. تو بیشتر بادکنک‌ها جایزه‌ای باحاله و تو بعضیاش هم تنبیهایی از قبیل چشم بند زدن و پوشیدن کفشای گنده.
جلر تو میگی کنومو برم. اون یکی جناب عالی تا شب باید 100 تا شنا بزنی. شرمنده اتفاق دیگه. بیشتر شرکت کننده ها جایزه برد. از این ماشین کارتینگا بردی. تقدیم باش. جناب عالی 2000 تا کاسب شدی. خدا. یه سری شرکت کننده ها هم یه مقدار سست دست بودن. از طرف مامان عروس که پتو پلنگی. بخوابم. خیلی خوب، بدتر از نفر قبلی که نیست. کمک هزینه خرید 2 دستگاه ماهیگلی. ماهیگلی دوست دارم. باید تا صبح پاتو ببندی به یه نفر دیگه. تو باید تا صبح بشینی رو اون تایره کتاب میخورد. خب کارمون با بیل بیلک تمام شد. خوش گذشت. یادت باشه پات بخوره زمین باختی. دریافت شد فرمانده. اصلا نگران نباش، از پسش برمیام. امشب تو دایره قرار شب طولانی باشه. بریم ببینیم حالشون چطوره. دیگه دارم میمیرم، از اینجا متنفرم. صاحبتون بخیر. شما میتونی کفشتو در بیاری ولی متاسفانه پتو بالش شما رو باید ببرم. ببخشید. بابا خیلی مسخره است. حتی اون رفیقمون که تا صبح رو تاب بودم نرفت بیرون. دیگه واقعا باید سختش. خب جیمی جان تو باید ببینی که ایرانیای غیور چه میکنن تو چالشات. بهت قول میدم با تیرم بزنیشون نمیرن بیرون. خیالت راحت. دیگه واقعا باید سختش. خب 20 نفر از شما باقی موندین و منم 20 تا از این چمنا دارم. این که اصلا جا نداره. دقیقاً. شرکت کننده‌های عزیز 10 ثانیه وقت دارید برید رو چمنا. پسرا دایره رو بپوشونید. هر کس که تا چند دقیقه آینده بره بیرون من بهش $10,000 پول میدم. اما اگه قبول نکنید 2000 تا بیشتر گیرتون نمیاد. تا فردا هم هیچ کاری نمیکنیم، هیچ خبری نیست، فقط باید همینجا وایسید. انقدر که علف زیر پاتون سبز شه. پس تا میتونید پیشنهادمو قبول کنید. چند دقیقه دیگه وقت داریم؟ 3 یا 4 دقیقه. باش بگذره. صفر بسته هممون ببازیم. عمرن من که نمیرم. کی میخواد بره 10000 تا رو بگیره و کی 24 ساعت سر پا میمونه؟ خواهیم دید. تا چند دقیقه دیگه این فرصت از دستت میره. خیلی زیاده. واقعا سخته. نمیشه الان که شل کنه. یه PS5 هم میذاری روش؟ سگ تو ضرر یه PS5 هم بهت میدم. چطور میتونی الان بی خیال بشی؟ من بودم این کارو نمیکردم. فقط یه قدم دیگه مونده. این با یه پیشنهاد 10,000 تایی از دست رفت. از لبخندش معلومه که خیلی خوشحال. این رفقامون پوست گرفتر از اونین که فکر میکردم. ببینیم از اینکه 10,000 تا رو نگرفتن پشیمون میشن یا نه. نمیدونم بعدم با خودم کنار میام یا چی. ارزششو داشت. تصمیم عاقلانه گرفت. ولی خب من مثل اون نیستم. من تا PS5 مو نگیرم از اینجا نمیرم. گفته باشم. و حالا فقط باید صبر کنیم. آکیرا تو الان 10 ساعته که سرپا وایسادی. حست چطوره؟ دیگه نمیتونم. باید به فکر آینده من باشه. هست. همگی موفق باشین. الان 18 ساعته که سر پاییم و دیگه نمیتونم دوام بیارم. لعنتی. از نظر ذهنی هنوز میتونم، از نظر جسمی هم اوکیم. الان یه بطری آب یخ رو خودم خالی کردم، 100 دفعه جلوی خودم رو گرفتم، پس همینجا میمونم. خیلی خب میخوام یه چیزی نشونتون بدم. این یه دونه چمن رو میبینی خم شده؟ آره میبین. رسما یه دونه چمن زد حذفت کرد. اوه بخش زمین شد. خب الان رسما 24 ساعته که شما اینجا ایستادید. جزیرت رو دوست داری یا نه؟ فقط خیلی کوچیکه. وقتش از اینم کوچیک‌ترش کنیم. عالی شد. خب ما اینجا این چمنا رو داریم که فقط یه ذره از سایز پاتون بزرگترن. بچه‌ها 10 ثانیه وقت دارید برید روش. اینو هم که دیگه نمیخوایم. میخوایم کاری کنیم که فقط 10 نفر باقی بمونن. امیدوارم این پیشنهادم کارساز باشه تا بتونیم بریم ادامه. هر کس همین الان بره بیرون من بهش $10,000 به اضافه $1 میشه $10,001 تقدیم میکنم. دیگه ته دست و دل بازیمه. اوه یه نفر اومد بیرون. اوه یه نفر دیگه هم اومد. دیگه نبود. کارل افتاد چیکار میکنین؟ نزدیک بود پولمون بره. اینم از نفر بعدی. خوشم میاد. همتون خوشتون میاد. فای 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 فای. برو که خودش. خب رسیدیم به 10 نفر برتر. خانم هنوز جایزه رو نبرده. خوشحاله. خب حالا بین شما و $5,000,000 کمتر از 10 نفر فاصله است. آرزوی موفقیت، چون فقط یکیتون اینو میبره. تا الان خیلی خسته بودم ولی الان دیگه اصلا احساس خستگی نمیکنم. راستی بچه‌ها این پسرم یوتیوبر اسمش ایرک، یوتیوبر خیلی خفنی هم هست و چند تا از ویدیوهای اینم گذاشتیم واسهتون تو تنور تا دوبله بشن. خیلی ویدیوهاش باحاله. یکیتون اینو میبره. تا الان خیلی خسته بودم ولی الان دیگه اصلا احساس خستگی نمیکنم. روز 12 داره تموم میشه و میخوام بهتون نشون بدم این علامت سال اینجا چیه. چرا این علامت سال اینجاست؟ الان بهت میگم. خب الان وقتشه که یه پیچش داستانی دیگه بندازم براتون. این ویدیو در واقع 2 پارته و این یکی تازه پارت 1 بود. شما یعنی 10 نفر برتر قراره تو یه ویدیوی دیگه گرگم به هوا بازی کنید سر این 500,000 تا. شرکت کننده‌های عزیز امشب خوب استراحت کنید که فردا مهمترین روز زندگیتونه. رفقا شما هم یادتون نره سابسکرایب کنید که تو ویدیوی بعدی ببینید کدوم یکی از اینا این $500,000
رو میزنه تو گوشش میبینم تو. خب بچه‌ها مرسی که تا آخر ویدیو با من بودید. امیدوارم لذت برده باشید. لایک ویدیو یادتون نره و ویدیوی بعدی رو به هیچ عنوان از دست ندید. یه ویدیو خفن از این پسر یوتیوبر هست که بهتون گفتم ایرک، خیلی ویدیو خفن و خنده داری شده. دمتون گرم و تو ویدیوی بعدی میبینمتون. داشتون اومده دوباره باز با مستر بی هیوله هر جایی بگردی مثلش نی. نگو بی خیال داده اصلا استش نی. سری لایک کن و یه کامنت خوب بنویس برام.